سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده عزیزی آزادی. امیدوارم که خوب و خوش هستید. برنامه نوید بامدادی است از رادیوی آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراه شما. امروز 12 اپریل است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: ابلاغ بود یا بازداشت؟ وزارت کارهای داخلی بازداشت بحث برانگیز یک جوان را شرح داد. از وزیر تا پرزیدنت وعده دادند زنان و کودکان تاجیک را کی از سوریه می‌آورند. و هلاکت گمانبر به دزدی بعد بازداشت در شهر وحدت. شرح بیشتر خبرها: در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوار بازداشت جوان را در دوشنبه شرح دادند. مقامات روز 11 اپریل گفتند همان طور که در شبکه‌های اجتماعی ذکر شده است، حادثه به سربازشکار یا ابله و ربط ندارد، بلکه عملیات دستگیر کردن یک شخص گمانبر به همکاری با داعش است. از جوان امامعلی ایدیبکوف ساکن 38 ساله ناحیه رودکی و پدری 3 فرزند نام بردند. تا هنوز نظر نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. نوار بازداشت جوان در محله 46 پایتخت روز 9 اپریل به شبکه‌های اجتماعی راه یافت، در حالی که ماموران انتظامی همان لحظه دلیل بازداشت او را شرح ندادند. اکثریت صحنه را به سربازشکار ربط دادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امامعلی ایدیبکوف را جنایتکار مخصوصا خفناک تفسیر کرده گفتند بازداشت او روز 6 اپریل صورت گرفت. دستگیر کردن او بر اساس معلومات دقیق اپراتیوی و پرونده جستجوی جنایی با ماده 205 کدکس جنایی فدراسیون روسیه و ماده 401 علاوه 1 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان عملی کرده شده. او در حبس پیشکی قرار دارد. آمده است در بیانیه وزارت کارهای داخلی. به اطلاع رسمی او سالهای 2015-2017 در مهاجرت کاری در شهر مسکو بوده، گویا توسط شبکه‌های اینترنتی پیروی و جانبداریش را به داعش افاده نموده است. مقامات تاجیکستان میگویند امامعلی ایدیبکوف در حدود روسیه با تیمور امیروف و دوران سلیمانوف شهروندان ازبکستان به خزینه گروه دولت اسلامی پول گذرانده نقشه عملیات تروریستی را داشتند. تصدیق درستی این ادعا از منابع دیگر فعلا امکان ندارد. تنها در یک فهرست شخصان گمانبر به همکاری و سرمایه‌گذاری به سازمان‌های ممنوع که روزنامه روسیسکای گازتا سالهای 2017 و 2018 نشر کرده است، نام امامعلی ایدیبکوف و تیمور امیروف و دوران سلیمانوف نیز ذکر شده است. روسیه چند از شهروندان تاجیکستان را برای همکاری با سازمان‌های فعالیتشان ممنوع جستجو دارد. عکس و نام چندی از آنها در سامانه اینترپل هست. برخی دیگر دستگیر و مجازات شدند، ولی پیوندانشان همواره همکاری آنها را با سازمان‌های ممنوع انکار کردند. فعالیت گروه تندروی دولت اسلامی و پیروی از آن در حدود تاجیکستان و روسیه ممنوع است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 9 اپریل در ملاقات با ساکنان اسفرک گفت 500 زن و کودک تاجیک که در پناهگاه‌های سوریه نگهداری می‌شوند به وطن برگردانده خواهند شد. سامانه آمریکایی فرانت لاین تاجیکستان را در قطار 10 کشور جای داده است که تعداد شهروندانش در پناهگاه‌های سوریه زیادند، ولی این کشور تلاشی عملی برای برگرداندن آنها نکرده است. در 2 پناهگاه سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می‌شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی یا داعش هستند که پس از شکست این سازمان به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. امامعلی رحمان گفت 89 کودک را از عراق آوردند و تلاش دارند زنان و کودکان را از سوریه برگردانند. اکثر زنان تاجیک در پناهگاه الحال قرار دارند. این پناهگاه زیر نظارت نظامیان کرد است و آنها میگویند در میان نزدیک به 70,000 پناهنده اعضای داعش فعال شدند. روز 7 اپریل خبرگزاری روسی اینترفکس با تکیه به مقامات کرد خبر داد که بیش از 150 جنگجوی گروه تندروی داعش را در این پناهگاه دستگیر کردند. در پناهگاهی که زیاده از 400 زن و کودک تاجیک نیز نگهداری می‌شوند. زنان تاجیک مقیم الحول میگویند در پس منظر جستجوی جنگجویان داعش وضع زندگی آنها بدتر شده است. آنها میگویند نظامیان کرد پسرانی از 12 ساله بالا را به تمرین حربی جلب کردند و از این احساس خطر دارند. سامانه فرانتلاین یک سامانه آمریکایی تاجیکستان را در قطار 10 کشور جای داده است که تعداد شهروندانش در سوریه زیادند، ولی برای بیرون کردن آنها تلاش جدی انجام نشده است. این سامانه نوشته است در پناهگاه‌های سوریه از همه بیشتر شهروندان ترکیه، تونس، روسیه، عربستان سعودی،
اردن، ازبکستان، فرانسه، آلمان، قزاقستان و تاجیکستان ماندند. مقامات تاجیک میگویند در تلاش پیدا کردن راه مناسب برای بازگردانی شهروندان تاجیکستان از پناهگاه‌های سوریه به وطن هستند. یک جوان گمانبر به دزدی بعد دستگیر شدن از سوی ماموران میلیسا فوت دیده است. نزدیکانش تا به حال در این مورد چیزی نگفتند، اما مسئولان وزارت کارهای داخلی روز 10 اپریل خبر دادند که مهرالدین گدازاده خود را از آشیانه سوم بینه شعبه کارهای داخلی شهر وحدت پرتافت و به هلاکت رسید. تصدیق درستی این اطلاع از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. در گذشته چند حادثه به این مانند رخ داده پیوندان فوتیده ها دلیل مقامات را زیر شبهه برده بودند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 اپریل در بیانیه گفتند گمانبر شونده گدازاده مهرالدین فیض‌الله هنگام دسترس نمودن به آشیانه سوم بینه شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت با مقصد گریختن از جوابگری جنایی از ترازه اتاق کاری یک باره خودش را به زمین پرتافته جراحت‌های جسمانی برداشت. به گفته منبع از جانب کارمندان میلیسا فوراً این نفر به بیمارخانه رسانده می شود، ولی نامبرده در بیمارخانه به هلاکت می رسد. به اطلاع رسمی مهرالدین گدازاده 31 ساله از دهه کبیر آباد جماعت عبدالواسطاوی شهر وحدت به 12 مورد دزدی گمانبر بوده. اموال مذکور به گفته وزارت کارهای داخلی دریافت و مصادره کرده شده است. تفصیلات از این بیشتر دسترس نیست. مقامات گفتند سنجش حادثه ادامه دارد. نظر پیوندان مهرالدین گدازاده در این زمینه دسترس نشده است و روشن نیست که تا کجا به خلاصه مقامات آنها راضی‌اند. در گذشته نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسا و آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند. نزدیکان آنها از شکنجه گفتند، ولی مقامات از سکته دل و معتادی از جمله عبدالرسول میرزویف ساکن شهر کولاب سال 2018 و بهرام‌الدین شادی‌اف سال 2011 بعد بازداشت از سوی پلیس به بیمارستان انتقال یافته جان دادند. سال 2015 عمر باباجانوف ساکن شهر وحدت بعد یک هفته دستگیر شدن از سوی پلیس درگذشت. نزدیکان شخصان فوتیده مرگ آنها را بر اثر لط و کوب ماموران پلیس می‌دانند، ولی مقامات در گذشته این افراد را به بیماری‌های مانند سکته قلب ربط دادند. فردا 13 اپریل در تاجیکستان نخستین روز ماه رمضان فرا می‌رسد. شورای علما یگانه نهاد صادرکننده فتوا در کشور نصاب زکات را امسال 25,000 سامانه مقرر نموده است که از آن 625 سامانه زکات داده می شود. صدقه فطر 6 سامانه برای هر نفر معین شده است. شورای علما برای افرادی که عذر شرعی دارند و نمی توانند روزه ماه رمضان را بگیرند فدیه به مبلغ 360 سامانه برای 30 روز را معین کرده است. با آمدن ماه رمضان که طلبات مردم به خرید محصولات بیشتر می شود، نرخ‌ها نیز در بازارها بالا رفته است. ساکنان میگویند نرخ گوشت از 70 سامانه گذشته نرخ 1 لیتر روغن به 25 سامانه رسیده است. به گفته ساکنان گرانی نرخ محصولات در شرایطی که اکثریت نمیتوانند با مهاجرت روند زندگی آنها را مشکل تر کرده است. اما مقامات همیشه میگویند محصولات در بازار فراوان است و نرخ‌ها نیز چندان گران نشده‌اند. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و دوام روز در این باره تفصیلات بیشتر به شما خواهم داد. در ضمن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 12 اپریل با نشر یک بیانیه مردم تاجیکستان را به فرارسی ماه شریف رمضان تبریک کرد و آنها را به خیر و سخاوت دعوت نمود. بانک ملی تاجیکستان قارب اسعار خارجی را برای امروز 12 اپریل چنین مقرر کرده است. بیننده های عزیز، برنامه نوید بامداده بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد.
اطلاعی از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.